دختری به کمک هم دانشگاهیش که این دختر پدر ثروتمندی داشته، نقشه آدمربایی روی خودش رو پیاده کرده و با همدیگه فرار کردن یه جا و زنگ زدن. طرف مقابل زنگ زده به پدرش، گفته دخترتو دزدیدیم و این مبلغ رو باید بریزی به حساب، وگرنه دخترتو میکشیم. دخترش هم الکی گریه میکرده، ادا در میومده که منو بابا دارم میکشن، نگو همه اینا نقشه بوده. و پدرش هم مجبور شده بوده که این پول رو واریز کنه. حالا دلیل این کار چی بوده خدا میدونه، پدرش بهش کمک میکرده نمیکرده خدا میدونه. و اینکه توسط پلیس دستگیر شده و الان خودش اعتراف کرده و گفته که من به عمد این کارو کردم و میخواستم نزدیک به 10 میلیارد از پدرم پول بگیرم، چون که شدیداً لازم داشتیم برای خارج رفتن و اینکه واقعا از کار خودم پشیمونم. نظراتتون رو راجع به این موضوع کامنت کنید بچه‌ها. لایک یادتون